افشای قایق و رازهای پشت پرده کشته شدن زلالا هاشمی در کابل توسط همسرش. آیا با واقعیت همسر زلالا هاشمی خیانت بزرگ در حقش کرده است؟ زلالا هاشمی در کجاست؟ مصروف چی کار باری است؟ و گفتنی‌های تازه همسر زلالا هاشمی در این باره. افشای قایق و رازهای پشت پرده ربوده شدن زلالا هاشمی به شکل مرموزه در کابل. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم برای یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوزار تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلالا هاشمی دختر خانم هنرمند چهره شناخته شده، مطرح، محبوب، سرشناس و جوان در میان هنرمندان جوان و تازه کار کشور بوده است. زلالا هاشمی کار در هنر موسیقی افغانستان را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. زلالا هاشمی توانست مقام ششم را در برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع از آن خود کند. بعد از ختم برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع کاملا زلالا هاشمی راه هنر موسیقی را ترک کرد و دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت. دلیل این که چرا زلالا هاشمی دیگر آهنگ نسرود ازدواجش بوده است. زلالا هاشمی ازدواج کرده است و صاحب فرزندی است. تازه تصاویر زلالا هاشمی توسط شوهرش در صفحات مجازی دست به دست شد که وی در کابل ربوده شده است. اما دوستان زلالا هاشمی این خبر را تایید کردند که زلالا هاشمی کشته شده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که حقیقت ماجرا چی بوده است، ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای این دختر خانم با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را بالله منان امانت گذاشته موفق و کامیاب باشید.